یک سازمان معتبر آمریکایی آن گروه شهروندان را که در تاجیکستان برای باورهای دینی خود بازداشت و زندانی شدند محبوسان مذهبی نامیده است. به باور کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی، آنها فعالیت آسایشته داشته ولی در دایره مبارزه دولت با افراطگرایی دستگیر و محکوم شدند. این کمیسیون تاجیکستان را از سال 2012 برای پیوسته و به طور جدی محدود کردن آزادی دین در رویخط کشورهای مورد نگرانی خاص جای می‌دهد. دپارتمنت دولتی و یا وزارت کارهای خارجه آمریکا نیز دوشنبه را از سال 2016 در همین رویخط نگاه می‌دارد. آصف محمود، معاون رئیس کمیسیون بین المللی آزادی‌های مذهبی، در یک پادکست از روز 18 دکبر گفته است حکومت امام علی رحمان فعالیت دینداران را پرره زیر نظارت دارد و حقوق همه گروه‌ها را به آزادی دین پایمال می‌کند. اقتباسی را از سخنان او می‌آوریم که گفته است حکومت جامعه دینی را تهدید به قدرت خود می‌بیند و برای جنایی اعلان کردن فعالیت‌های مستقل دینی قانون‌های خود را به کار می‌برد. به نظر آصف محمود، حکومت تاجیکستان بیشتر مسلمان‌هایی را که از اسلام حنفی به اصطلاح رسمی دور می‌شوند و پیروان اسماعیلی را با اتهام‌های ساخته افراطگرایی مورد هدف قرار می‌دهد. او میگوید کمیسیون آزادی‌های مذهبی در حال حاضر قضیه کمش 14 کس را در تاجیکستان پیگیری دارد که برای فعالیت‌های دینی دستگیر و زندانی شدند، ولی به باور او شماره واقعی آنها زیادتر از این است. در یک سال اخیر مرگ دست کم 2 روحانی در زندان‌های تاجیکستان ثبت شده است. مظفر دولتمیروف، روحانی اسماعیلی از ولایت مختار کوهستان بدخشان که سال 2022 با اتهام افراطگرایی به 5 سال زندان محکوم شد و تابستان امسال در محبس درگذشت. زبیدالله رازق، روحانی و یکی از چهره‌های شناخته حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که دستگیر و زندانی شده بود، ماه سپتامبر امسال فوتید. کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی هر سال وضع دینداران را در گوشه‌های جهان از جمله تاجیکستان ارزیابی می‌کند. این سازمان چند سال باز طلب دارد که به ضد آن اداره و منصبداران تاجیکستان که در پایمال کردن آزادی دینی ساکنان نقش دارند، تحریم‌های هدفمندانه یا مقصدناک جاری کرده شود.